سلام، من دوباره برگشتم بعد از یک وقفه طولانی و خواستم معذرت خواهی کنم که انقدر طول کشید که ویدیوی بعدیمو بذارم، ولی خب واقعا این سری اتفاقات میافتاد که هی نمیشد ویدیو ضبط کرد و واقعا خیلی خواهم اعتراف کنم که واقعا خیلی سخته که آدم توی یوتیوب ویدیو ضبط کنه بذاره، چون که واقعا کار سختیه و واقعا به همه کسایی که شغلشون اینه و هر روز ویدیو درست میکنن، ادیت میکنن، میذارن، باید بگم که خسته نباشید، خیلی کارتون سخته. اوکی، امروز یه موضوع خیلی خیلی مهم رو میخوام راجبش براتون یکم توضیح بدم. یعنی چیزی نیست که خودتون نتونین پیدا کنین یا ندونین، من فقط میخوام یکم راحت‌تر کنم این پروسه رو براتون و اونم چیزی نیست جز این که میخوام راجع به حقوق رشته معماری در آمریکا یکم صحبت کنم و اینکه بحث پول خیلی مهمه. خب شما یه تایم زیادی از روزتون رو میذارین برای این رشته کار میکنین و اینکه خب باید بدونین که آیندهش به چه شکله و چقدر قراره که کمپانی‌ها به شما حقوق بدن. و برای اینکه خب مثالا یکم واقعی تر باشه، من میخوام مستقیم برم وارد سایت لینکدین بشم که قبلا هم بهتون گفتم برای اپلای کردن برای کلن جاب معماری خوبه که از طریق لینکدین حتما اقدام کنین. خیلی معتبره، خیلی چیزیه که واقعا میشه بهش اطمینان کرد، یعنی وقتتون رو تلف نمی‌کنین اگه وارد لینکدین بشین و از اون طریق اپلای کنین. حالا اون ویدیویی که راجع به اپلای کردن هست رو هم براتون اینجا اگه یاد بگیرم چجوری براتون لینکشو میذارم. اوکی، حالا برای اینکه این بحث حقوق و چقدر به ما پول میدن و اینا خیلی اولا که فقط اینه که میخوام بگم راجع به آمریکاست و اینکه خیلی متغیره و به شدت بستگی داره به اینکه شما توی کدوم ایالت باشید. یعنی ایالت‌های آمریکا زمین تا آسمون با هم فرق میکنن تو همه چی. حالا اینکه بخوان حقوق و مزایا و مالیات و این چیزا به چه شکله، خیلی حقوقا بالا پایین میشه بر این اساس. یعنی هزینه‌های زندگیتون هرچی تو اون ایالت مثل کالیفرنیا بالاتر باشه، خب حقوقتون بیشتر. یکی جایی باشین که تکس کمتری پرداخت میکنین و هزینه‌های زندگی پایین‌تره، اجاره خونه ها پایین‌تره و همون نسبت حقوق کمتری دریافت میکنین. حالا به عنوان مثال، حالا اینجا فقط میام توی قسمت جابز، وارد لینکدین که میشین برین تو قسمت جابز و اونجا سرچ کنین که میخواین مثلا آرکیتکچرال دیزاینر، چیزایی که گفته بودم قبلا بهتون تو ویدیو قبلی، میخوایم ببینیم پوزیشن آرکیتکچرال دیزاینر چه بازه حقوقی بهش میدن. واردش میشیم و اینجا لیست شرکت هایی که جاب پست کردن رو میاره. حالا چون لینکدین میدونه که من رشته معماری و کار آرکیتکچر دیزاینرم، خودش ساجست میکنه برام، اگر نه که سرچ کنین. اوکی، مثلا حالا ببینیم. اوکی، یه شرکتی اومده که پوزیشن جونیور آرکیتکچرال ربیت درافتر میخواد. خیلی مشابه آرکیتکچرال دیزاینره ولی بیشتر فوکستون روی درافت کردن و همون نقشه کشی هستش. خب این یک پوزیشن اینتری لول هست که فقط ازتون میخواد که رویت بلد باشین. بذارین حالا بخونم. رشته‌تون معماری بوده باشه یا حداقل 2 سال مدرسه معماری رفته باشین، حداقل 1 سال تجربه کاری داشته باشین، که حالا میگه جونیور ولی میگه 1 سال بیشتر باید سابقه داشته باشید. و حقوقش چقدره؟ این جاب توی
کجا پست شده؟ یونایتد استیتس نزده که کجاست، ولی حقوقش 55 تا 58 هزار دلار در ساله. یعنی یه کسی که تازه میخواد وارد این رشته بشه 55 تا 58 هزار دلار بهش داره آفر میده. البته این شرکت یک شرکت اینتریر هست، اینتریر آرکیتکت، که احتمالا فوکسشون بیشتر روی زمینه‌های معماری داخلیه و این خودش یه عامل تعیین کننده است. شما اگه برین شرکتی که تمرکزشون روی معماری داخلیه پول کمتری بهتون میدن تا برین شرکت هایی که تخصصشون روی معماریه، نه معماری داخلی، یعنی نه فقط معماری داخلی. حالا من نمیدونم چرا نزده که دقیقا کجای آمریکا، ولی خب ریموت هم هست، یعنی آپشن اینو دارین که ریموت کار کنین. حالا مثلا یک نمونه دیگر رو هم ببینیم. آرشیتکت لول 3 با 8 سال سابقه کاری در ایالت کلرادو، بین 80 تا 94 هزار دلار در سال این آفر داده. خیلی کمه برای 8 سال سابقه کاری و شما رجیسترد باشین. این حقوق به نظر من، البته برای کلرادو، حالا کلرادو هم جزو ایالتایی که داره خیلی رشد میکنه، یعنی خیلی حالا خونه و اجاره خونه و اینا داخلش گرونه، هزینه‌های زندگی اصلا پایین نیست. حالا تکس کمتری داره به نسبت کالیفرنیا یا حالا نیویورک، ولی خب باز به نظر من این آفری که داره میده خیلی کمه و ناامید کننده است. شغل، حالا بریم یه دونه دیگه. کسی که حالا تازه میخواد وارد رشته معماری بشه به عنوان CAD یا Revit Drafting Technician میشه، همون کسی که بیاد فقط نقشه کشی انجام بده. حالا این اسمش این هست که فقط نقشه کشی، یعنی شما رویت و اتوکد فقط بلد میخوان که باشین، ولی خب کار دیگه هم ازتون میخوان که اون دانش رو داشته باشین. به عنوان مثال این پوزیشن ساعتی بین 23 تا 31 دلار، یعنی در ساعت بهتون حقوق میده، بین 23 دلار در ساعت تا 31 دلار در ساعت، که حالا باید اونو ببینیم برای یک سال چقدر میشه. حدوداً احتمالاً 70,000 تا باشه ماکسیموم. حالا این باز یکم بیشتره اگه بالاشو در نظر بگیریم، ولی میخواد که بتونین بیشتر کوردینیشن بیم و رویت رو انجام بدیم. ولی اگه مثلا شما دوست دارین که بیشتر برین توی زمینه مدلینگ همین چیزا، همین مثل رویت و بیم و بیشتر سمت کامپیوتیشنال و این چیزا برین، این میتونه مناسب باشه براتون. باید بگین که مثلا میخوایم وارد این زمینه بشیم توی معماری، یعنی خیلی وسیعه دیگه. شما تو هر شاخه‌ای که دوست داشته باشین تو زمینه حالا این نرم افزارهای مثل رویت و کوردینیت کردن پروژه توی فضای بیم 360 و اینا میتونین که اپلای کنیم برای همچین پوزیشن هایی. حالا یک پوزیشن آرکیتکچرال دیزاینر دیگه در ایالت کلرادو، بین 72 تا 86 هزار دلار در سال حقوق میده. حالا ببینیم ریکوایرمنتاش چیه، چه چیزایی میخواد که بلد باشی و چند سال سابقه داشته باشی. این برای کسیه که حداقل 5 سال سابقه داشته باشه، سابقه کاری. یعنی با 5 سال سابقه کاری یهو از اون 50 چقدر هزار دلار میاین توی رنج 72 تا 86 هزار دلار در سال. و اینکه چه چیزایی که میخوان که بلد باشین، دوباره رویت،
خیلی باید بتونین به طور مستقل کارا رو انجام بدین و پیش ببرین، خیلی با انگیزه باشین و گود تیم پلیر و این چیزا. شغل بعدی مثل یکی دیگر رو بررسی کنیم. دوباره همه رو دنور میاره ولی دوباره فکر کنم همون شرکت اولی که مال گفتم اینتریر دیزاین بودن بیشتر یه پوزیشن آرکیتکچرال دیزاینری داره که بین 72 تا 85,000 دلار در سال اونم داره میده. یعنی این حالا سابقش چقدر، سابقه کاری که میخواد گفته که 5 سال حداقل سابقه کاری داشته باشید، نزدیک به همه. یعنی بعد 5 سال شما چیزی حدود 70,000 دلار در سال بهتون حقوق میده. همون شرکت معماری داخلیه دوباره برای پوزیشن آرکیتکت، یعنی کسی که لایسنس معماری گرفته، داره حقوق 88 تا 105,000 دلار در سال رو آفر میده. دیگه چی داریم؟ دیگه حالا یه شرکت دیگه، این شرکت یکم معروف تره برای اگه معمار پروژه باشین، یعنی لایسنس داشته باشین، بین 89 تا 139,000 دلار در سال حقوق بهتون میده. حالا سابقه کاریشو گفته که چند ساله، ریسپانسیبیلیتی هاشو گفته حداقل 8 سال سابقه کاری. یعنی بدونین دیگه رنج حقوقا حالا تو ایالت کلرادو حداقل به این شکله. احتمالاً توی ایالتی مثل کالیفرنیا خب به مراتب این درآمد بالاتر بره دیگه، چون اونجا هزینه‌های زندگی و مالیات بالاتره. خب اینم فکر کنم کافی باشه دیگه، یعنی تا حدودی دستتون اومد. حالا اگه این برای اینتریر دیزاین اگه بخواین پوزیشن کارآموزی یا همون اینترن اپلای کنین، اینتریر دیزاین اینترن چه بین 40 تا 60,000 دلار در سال بهتون داره آفر میده برای کسی که رشتهشون معماری داخلیه. یه معماری های داخلی تا جایی که من میدونم یه ذره حقوقاشون پایین تر از معماریه، یعنی حالا مگه اینکه خیلی لول اپ بشین و بیاین بالاتر. خب اینم از این، یعنی فکر کنم که تا حدودی دستتون اومده باشه که حقوقا به چه صورته برای رشته معماری و اینکه بتونین با چشم بازتری تصمیم بگیرین که آیا واقعا دوست دارین که توی رشته وارد بازار کارش بشین یا نه. خیلی خیلی حالا البته این رقما چیزایی که اینجا نوشته قابل بالا رفتن و ارتقا پیدا کردنه، ولی در کل رشته معماری جزو رشته های پولسازی نیست در مقایسه با رشته های دیگه که حالا بیشتر تو زمینه آیتی و پرستاری، پزشکی و رشته های اینچنینی. و بدونیم که رشته معماری با توجه به مسئولیت خیلی زیاد، کار خیلی زیاد و سنگین، شاید خیلی طول بکشه که بتونین به درآمد خیلی بالایی برسین. یعنی اولاش واقعا اونقدری درآمد بالایی نمیدن شرکت ها، حقوق بالایی نمیدن شرکت ها. حالا من خودم رو میخارونم خدایا. در کل امیدوارم که این اعداد و حقوقایی که با هم بررسی کردیم کمک کنه بهتون که بتونین تصمیم درستی بگیرین
و اینکه واقعا باید عشق به این رشته رو داشته باشین و دوست داشته باشین که وارد بازار کارش بشین، تن به سختی و استرس و اضطرابش بدین و خسته و ناامید نشین و همینطور تلاش کنین، بجنگین، درس بیشتر بخونین، امتحانای معماریتون رو بدین که این قراره که سابجکت ویدیوی بعدی باشه. این که اصلا چطوری توی آمریکا میتونین لایسنس معماری بگیرین، یعنی مثل ایران که حق امضا بهتون میدن، پروانه بهتون میدن از طرف نظام مهندسی، اینجا هم یه سیستمی وجود داره که شما بعد از اینکه دانشگاهتون رو گذروندین، ساعتهای کاریتون رو پر کردین، بتونین امتحانا رو بدین و رجیسترد بشین و اینکه خب حقوقتون خیلی میره بالاتر، به همون نسبت نه خیلی بیشتر از اون مسئولیتاتون، کارتون میره بالاتر و گفتم کارتون، مسئولیت و کارتون میره بالاتر و اینکه خیلی مهمه، خیلی قدم مهمیه. خود من تازه شروع کردم برای اینکه برای امتحانا بخونم و امتحان بدم که یکیشو دادم، حالا ویدیوی بعدی راجعش بیشتر صحبت میکنم و اینکه دیگه همین، قول میدم این دفعه زودتر ویدیو بذارم، غیب نشم و دوستتون دارم. ویدیوی بعدی میبینمتون. بای.